امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 65 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم دایه دایه رو با هم دیگه کار بکنیم که ترانه لری هست. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. شماره 65 یه قطعه 6 8 و شمارشمون براش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه. یه قطعه دو ضربی ترکیبی محسوب میشه. نکته‌ای که تو این درس میتونه مهم باشه اون سکوتیه که اول قطعه اومده، یعنی با یه سکوت سیاه قطعه شروع شده. اول قطعه 1 2 سکوته، از ضرب 3 ملودی ما شروع میشه که ر می فا هست، 3 میرسه به نوت چنگ نوت ر، 4 به نوت می که چنگ بعدی هست، 5 6 هم برای نوت سیاه آخر میشه توی میزان اول. میزان دوم هم که فا فا می فا، چنگ سیاه چنگ سیاه، نوت اول 1 شماره، نوت دوم 2 شماره، یعنی 1 برای نوت اول، 2 3 برای دومی، دوباره 4 برای می هست نوت چنگ و 5 6 برای فا میشه که نوت سیاهه. بریم بزنیم دو میزان اول رو. به راست چپ ها خیلی توجه بکنید، دقیقاً همونی باشه. خیلی جاش دو تا راست یا دو تا چپ داریم که به خاطر جای خاصی که این ملودی الان توی سنتور ما قرار گرفته، این پرشایی که از سفید به پشت خرک داریم، رفت و برگشتایی که داریم، حتما باید راست چپ ها دقیقاً همونی که تو قطعه نوشته شده اجرا بشه تا اون صدای مطلوبی که می‌خوایم رو بتونیم در بیاریم. ر می فا 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 می فا، اگه بشماریمش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میزان سوم و اون ری که اول میزان چهارم قرار گرفته جمله ما رو کامل میکنه، یعنی می فا فا می فا می ره، یعنی اون 1 2 که اول میزان چهارمه جای اون 1 2 که سکوت توی اول قطعه قرار میگیره تا جمله کامل بشه. پس میزان سوم و نوت اول میزان چهارم به این شکل میشه: می فا فا می فا می ره. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2. پس این تا اینجا شد یک عبارت، از اول تا اینجا: ر می فا 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 می فا می فا فا می فا می ره. اجراش میکنیم: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. جمله بعد از ضرب شماره 3 میزان آخر خط اول شروع میشه. دوباره مثل اول قطعه است، فقط رش با سرمضراب شروع شده: ر می فا، ولی ادامهش عوض میشه توی خط بعد. خط دوم نوتمون هست سل فا می ره دو دو. اون نوت سل به عنوان زینت نوت فا اضافه شده، این رو قبلا تو درس‌های قبل داشتیم. به این نوت کوچولویی که کنار نوت اصلی قرار گرفته میگیم نوت زینت، که اینجا چون یه دونه نوت کنار نوت اصلیه به صورت شلال اجرا میشه. این نوت‌های زینت توی شمارش قطعه جایگاهی ندارن، یعنی 1 2 3 4 5 میرسه به نوت‌های فا می ره دو دو و اون نوت سل چسبیده به فا باید اجرا بشه. خب میزان آخر خط اول که بود ر می فا با سرمضراب، ر می فا که از ضرب شماره 3 شروع میشه، میگیم 1 2 که برای اون ر بود، 3 4 5 6. حالا خط بعد، خط دوم، گفتیم نوتامون هست فا می ره دو دو با زینت سل. پس نوت‌های اصلی هست فا می ره دو دو. راست چپش رو دقت میکنیم که فقط ر چپه و زینتی که برای فا میزنیم که روی نوت سل میخوره. حالا با زینت میشه سل فا می ره دو دو. بخوام بشماریمش میشه 1 برای سل فا، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و میزان دوم یه نوت میاد پایین‌تر میشه فا می ره دو سی سی. میزنیمش فا می ره دو سی سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6. پس
پس این دو میزان اول خط دوم میشه سو فا می ره دو دو فا می ره دو سی سی، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میزان بعد میزان سوم یه فا رو سیمای زرد، سی دو ره ره دو میشه فا، سی دو ره ره دو. حواسمون به راست و چپش باشه با شمارش 1 2 3 4 5 6. و میزان آخر خط دوم می ره دو سی سی، می ره دو سی سی. فقط دو چپه، بقیه همه راستن. 1 2 3 4 5 6. و خط سوم میزان اول که عبارت رو کامل میکنه و میبنده. فا سی سی جفت سی، فا سی سی سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6. تا اینجا شد یک جمله. یه بار از اول تا اینجا رو اجرا میکنم بشنوید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 میریم سراغ جمله بعد. خط سوم میزان دوم، باز دوباره 1 2 سکوته و از ضرب شماره 3 ملودی شروع میشه. می ره دو فا فا. پس میزنیم می ره دو فا فا. شمارشش 1 2 3 4 5 6. دقت کنید که این دو تا نوت دولاچنگی که با دست چپ رو نوت فا میزنیم، اینا جزء ملودی ما نیستن و برای پر شدن اون فضای خالی اضافه میشن. پس سعی میکنیم اون نوت‌های اصلی رو که بالا روی می و ره و دو هست قوی تر بزنیم که اصولا با دست راسته، و این چپایی که رو فا میخوره رو یکم صداشو کمتر اجرا کنیم که روی ملودی اصلی تأثیری نذاره، فقط برای زیباتر شدن و پرتر شدن به قطعه اضافه میشه. و الا ملودی ما هست می ره دو می ره دو سی سی. حالا وقتی چپ ها بهش اضافه بشه میشه. اگر که صداش بلند باشه مثلا میزنیم خیلی جالب نمیشه، صداها تو همدیگه قاطی میشه. پس بهتره این فاهای دست چپ رو آروم بزنیم. اوکی. میزان سوم خط سوم نوتامون هست می ره فا فا دو سی فا فا و سی که اول میزان آخر خط سوم هست جمله رو کامل میکنه. می ره فا فا دو سی فا فا سی. پس میشه می ره فا فا دو سی فا فا سی. شمارشش 1 2 3 4 5 6 و 1 2. از میزان دوم خط سوم جمله ما این شکلی میشه 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4 5 6 و 1 2. از آخر خط سوم، یعنی بعد از اون سی که با جمله قبل اجرا کردیم، جمله بعد دوباره تکرار همینه، یعنی می ره دو فا فا. میریم تو خط چهارم می ره فا فا دو سی فا فا سی، یعنی همین جمله رو باید دو بار اجرا بکنیم. پس دو مرتبه پشت سر همین رو بشنویم. میریم سراغ خط چهارم میزان دوم. بعد از اون نوت سی که به عنوان پایان جمله قبل اجرا شد، ادامه این دیگه تکرار بالاه، یعنی تکرار خط اول میزان آخره. ره می فا سو فا می ره دو دو فا می ره دو سی سی فا سی دو ره دو می ره دو سی سی فا سی سی سی. اینا کلا تکرار جمله بالا هست، به خاطر همین اینجا راست چپ شد دیگه نذاشته، چون راست و چپش دقیقاً مثل بالا باید اجرا بشه. پس میزنیم بدون کل قطعه رو بشنویم که بدونیم که شما باید با تمرین و تکرار چه صدایی از سازتون در بیارید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
مترونوم اجرا بکنیم. گفتیم مترونوم رو باید بذاریم روی 2 ضربی، سرعت 80 و با هر ضرب مترونوم 3 شماره بشماریم. 1 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این اجرای این قطعه با مترونوم. امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.